سلام علیکم تماشابینان عزیز، برادران گرامی. امروز 7 می کوک بزرگ کلخوزی روسیه بزرگ خوبه که بزرگ کم کم رنگ پیشتره نیست، بزرگ نه کمترک سستره. کوگوی خوب کم ای راستیش خیلی هست. کوگوی کبریت ای کروس ای کوگوی محلی ای خیلی خلاصه آمدیم با قدری حال هر چند که از بزرگ به نوار میگیریم. به خاطر شما پیشنهاد میکنیم. قفس شما در نوار میبینید، قفس با فکرم شناخته، قفس استوتیلو، قفس بهترین، قفس خوبه. استوتیلو هر نمودی که شما میخواهی به خواست دل شما قفس میسازه. این قفسش خوبش در چیه؟ اینه تاکشا میگیری بیرنده باشه کوک میسته بیته حکا میخواه عجیب بوده بود الکار شوه خانه که در آوردی تحقشه جاشته میمونی. خانه داون که باشه میبری تازه میکنی با میبری. و خلاصه قفص خشره اینه 4 تا جای دانخورک داره، هر چیزی که خواهی میمونی. خلاصه استای خوبه، هر چی خیلی که شما بخواهی همه خیلی قفص تو میسازه. خب برادرای عزیز بازار یک جای تماشا میکنیم. پادپیساسی و لایک فراموش نمیکنیم. خدا خواه از این پس بازار رو به نوار میگیریم انشاءالله. خب رفتیم. اینا برادرای عزیز کوگوی کلوب همه نمودی سورک از اینش موده ای همش. ایناش نر خوش نرو شندی همش 200 سومی. اینا 200 سومانی. اینه موده ها هم 200 میگه. رقم ها یکه هست کد میده در کاره کمیتر یاده بنایسه رقموش هم میتیم. یا بینا برادرو کوگی بهترین چجای دانغره بوده. چجای دانغره 250 سومانش میگه. چجای که به غیرته. کوگی بهترینی دیگه. خب اینا دولان، اینا کوگی دولان نرخش 4000 سومانی. شکل جنگل چه دیگران چونه کنن پلان کنن خوش برده ایستاده. کوگی کروس بهترین کوگه. نیکا کوگی گیبریت نرخش 1000 سومانی. کوگه که خوب اینه که
بهترینه. Sucak gibri. Sucak gibri. Narx 6000 somoni. Kavgi qaratovi regar, qaratog'i regar 500 somonish میگه. سوراکی اموها اینه که کاوگاکی خوبه. عجایباته. این یک کاوگ بهترینی دیگه. نرخش 1500 سومنی. کاوگی جای تا شکوریه کاوگ دانغره شکر کرگی نیست. یکی کاوگا که بهترینه. چوجای چوجای یعنی کاوگی قراتو کاوگا که خوبه. برای آدم مالکنه کاوگی خوبه. یک موها هست. این سوراکی ناو عجایبات های سوراک با کاوگا رفته ایستاده. 400 سامانیش میگه. 400 سامانی و همه کاوگ میروه. کاوگا که خوبه. اینشا کاوگی خوشتونه. خوب این همه خیلی کاوگای خوب بسیار بازار. این برادرها قفسچه‌های شکاری بهترین قفسچه. عجایبات خوشروان. سطسمیشو میگم 70-80 سامان در میتیشو قفسچه به حد مستحکم خوشروان. قفسچه‌های خوب برای شکار. اینه کروس جنگ میمونن. 5000 سامانیش میگه. کروس ببینه برادر قفس‌ها بهترین
80 сум 100 сум 150 сум 200 сум اینا میخرم قفسه اینا تاگا کشو اینا قفس 250 سومونی قفسای بهترین صفاتای خوبان مستحکم خشروان خب اینا حلقه های گردنی این 75 دونه اینا پوبان حلقه های ساختی ترکی که این تاجیکستان ساختگی اینو نرخ اینه حلقه ها 70 سوم 60 سومون حلقه های گردنی رو 70 سوم 60 سومون میگه گاجی رقمش هست کدوم میده در کار باشه نه مرحمت یاش چندیان اینه ترکیه چندیان 370 میشه اینه اینش 100 سومونه نوعش 270 میشه و میگه جای خیلیش 380 سومونی وای ترکیه خب اینه خوب خب اینه میخواد دون خراک دون هم این نمودی چی هست این سن برای کاوک نوش ساز کردن هم چی هست تگاکی قفاس خب اینه قفاس تو 70 سوم 80 سوم 100 سوم میخل مولا خوبان مولا پیستا خب اینه برادرها اینه حلقه ها اینه پیستا همه این نمودی چی هست اینه بسیار خرید کنی یا تخم پدرکت میکنن یا تخمی دولان اینا اینه حلقه ها اینه 100 دونه داره 100 دونه داره نرخش چند 140 یه 220 250 نرخش هر اینه برادرها حلقه ها اینه همینه رقم یکه هست کد میده در کره او برای زیر کاوگ هم بوده اینه کاوگی زیره این خیلیش هم بوده مایده چه عجیبه ایش چند من؟ ایش چندی هم؟ 50 سومونی چند دونه گن؟ 50 دونه داره اینه چه خیلی که در کارتونه گو میسازن میتیم اینه خدمت در این با زیاد میشوه خب اینه برادرو همین رقم یکه هست کد میده در کاره همه اینه بوده اینه حلقه های ترکی 50 تگه کرگیه یا؟ چند تا؟ 55 چند سمای؟ 55 تگه 300 سم پلاسماسی پوچه هاش بهترین اینه کپکای سوراک 150 سم 200 سم کاوگم قیمت چیده ایساده یا مودا 50-60 سم بدوزی 200 سم شیده 150 سم شیده ایقا کم نمیتیم
کاوگی سمرقند 1200 سومونش میگه. سیمستکه 1200 سوم میگه. کاوگی خوب اینه که بهترین کاوگه. آوازی خشرور هم داره. تو ببین یک کاوگی بهترینی دیگه. اینه کاو گیبری تا گیبری. پوچه هاش کم ترک آی داشتیم. نرخش 1500 بوده. 1500 سومونی. خب اینا قفصای اکای صدرالدین. قفصای خوبم بهترینه. اینه کاوگش همه این نمودی چی را داره. فقط قفصش قیمت نیسته. 60 سومر هم داره، 100 سومر هم داره، 120 سومر هم داره، 150 سومر هم داره. همه این نمودی چی را داره برای ما و شما در خدمت اکای صدرالدین. رقمش هست. قدم میده در کاره کامنتاری دا بنویسه. رقمشو میتی. خب برادرای عزیز، بازار نیروزه شهامین بازاری خوب بود. کاوگای خوب هم بود. خیلی خب برادرای عزیز، بازار نیروزه شهامین بود که ما با شما تماشا کردیم. در پناه خدا باشید تا بازارهای آینده. سلامت سربلند باشید. حتما لایک فراموش نکنید.